بزودی توشه کن ای بیخبر عزمی سفر داری. چرا دلبستگی با این جهانی رهگذر داری؟ که آخر سر به بالینی و جان در چنگ عزراییل، نفس در غرغره پیچیده خون اندر جگر داری. چی سود از بستر و بالین که روی تخت می آیی، و گوری تنگ و تاریکی لحد رفته مقر داری. به عجزی خویش ای مشتی غباری خسته قایل شو، چه مشکلها که اندر پیشی رو ای بیخبر داری. بکن خیری که در صحرای محشر سایبان گردد، همان روزی که با صداع سر از خاک برداری. زی دیوان لحد آید به دستت نامه اعمال، زی وهمی دادنی از سوی چپ هر سو نظر داری. برای خود چرا داری بینایی خانه رنگین، مکان خوابگه ای بیخبر زیری لحد داری. جنونی گر به فردا جلوه دیدار می خواهی، دیده دایما از اشتیاق دوست تر داری. البته که این هشدار برای ما و شما بندگان است که فرصتی داده پروردگار استفاده بکنیم که فردا روز قیامت دیگر پشیمانی سود ندارد، که اون زمانی که منافق مشرک حقیقت وقتی که یقینه که میبیند میخواهد که ایمان بیارد و آرزو میکند که خداوند دویم بارا با او فرصت عطا کند، که دیگر فرصتی نیست، فرصت از دست رفت.